که امارت اسلامی افغانستان هست، این حکومت را شما با پا ایستاد کردین. شما ملت قهرمان افغانستان و خصوصا حاضرین مجلسی که مردم ولسوالی لولاش در این منطقه شما خدمت کردین، در این منطقه شما شهید دادین، در این منطقه شما مبارزه و جهاد کردین. انشاءالله و آرزویی که من شما ملت افغانستان داشتیم الحمدلله امروز و متحقق شدن. امارت اسلامی افغانستان امسال تقریبا سال 3 سال یا 39 سال میشه که در تمام نقاط افغانستان، در تمام جغرافیای افغانستان، امارت اسلامی افغانستان